نرگس دیگه گل بود به سبزه میگه راسته شد. کجاست؟ کو؟ نه. نرگس نرگس. بله سلام. سلام. رخت خواب برای چی پنگ کردی؟ این مسخره بازیه چی از خودت در بردی؟ داره تمرین میکنه خاله اینا اومدن ضایع نشه. آخه ما که نباید به خاطر دروغا و خرابکاریای بابا توهم پس بدیم که. پاش این رخت خواب جمع کن. ماما ولی حالم اصلا خوب نیست. چتونه؟ ببین هم سرم درد میگه هم اینقدر تو سرم میسوزه ها. ماما نرگس نمیره. بی تربیت. بچه چیکارش داری آخه؟ بی برو بالا پیکاره. برو بالا لباس تو در تا من بیا. خدا نکنه من بمیرم. آخه من نمیفهمم این بابا ناغافلکی این دروغ از کجا در برد گفت؟ ببین مادر من آدمو یه جای خاصی مجبور میشن دروغ بگن. بابا هم همونجا یهو توی یه جایی گیر کرد که مجبور شد. علی همچی میگی یه جایی گیر کرد آدم خیال کنه بابا تو لوله گیر کرد. نه بابا تو رو درواسی گیر کرد. مجبور شد چاخان کنه دیگه. یه دروغ مصلحتی گفت. بابا ولم کنه دروغ مصلحتی. حالا دیگه تازگی‌ها مد شده هر کی دروغ میگه مصلحتی. من نه از خواهرم نه از شوهرش نه از بچهش از هیچ کدومش رو درواسی ندارم. راحت و آسوده بهشون میگم بابا جان ماشاءالله به شما دروغ گفته و سلام شد نامه تمام. پاشو این رخت خوابم جمع کن. الان اینجا میان یه جارو پاروی گردگیری هم بکن. پاشو. من میگم اصلا یه نقشه دیگه کشیدم که لازم نباشی با خاله اینا رو در رو بشیم که دروغای بابا رو ماسمالی کنی. چه نقشه‌ای؟ زیادم بیا. بفرمایید. اینم خدمت شما. از این گرونترشو ندارین؟ از این گرونتر نه. اگر که بخواید باید براتون درست کنم. دیگه فرصتش نیست اگه ممکنه همینو بپیچیم. پس شما لطفاً این کارتا رو انتخاب کنید تا من تصمیم شم. آقا شما انتخاب کردین؟ این سبد گل چند؟ اون 11000 تومان. 11000 تومان؟ آره عزیزم 11000 تومان. 4 تا چاخه گل گذاشتی تو سبد 11000 تومان؟ چه خبره بابا؟ عزیزم پایین تر از اونم هست. اون پایین رو نگاه کن. جلو. زیر 5 تومان. اینا رو میگی؟ آره عزیزم. نه عزیزم اینا به درد کارم نمیخوره. گل خوب میخوام. خوب. همچین مشتی میخوام. میشه بپرسم برای چه مناسبتی میخواین؟ جان؟ برای چه مناسبتی میخواین؟ عزیزم گلو برای چه کاری میبرن؟ نمیدونم شما واسه چی کاری میخواین؟ عزیزم برای یه چیزی میخوام دیگه. اصلا فکر کن خواهرم زایده میخوام ببرم براش دست خالی نرن. به مبارک باشه. قربونت برم. به سلامتی. چی؟ 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 پسر یا دختر؟ عزیزم مثلا من میگم که خواهرم زایده. مثلا حالا مگه فرقی هم میکنه؟ نه والا همینجوری پرسیدم که بدونم. داداش یه به اندازه 1500 تومان برای ما یه سبد گل درست کن که از باغچه خونه‌شون ببیچه بیاره. کاری نداری که یه اندازه 1500